صدور مکتوب مقرری یک از متقاضیان پست آمریت معارف شهری ایراد از سوی وزارت معارف افغانستان با واکنش تند مدیران مکاتب در این ولایت روبرو شده است. اعتراض کنندگان میگویند با وجودی که آمر معارف شهری ایراد از طریق کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی در این پست ایفای وظیفه میکند، اما وزارت معارف خلاف قانون خدمات ملکی فرد دیگر را به این سمت معرفی کرده است. حالا اعتراض کنندگان میگویند رئیس شورای ولایتی بالای ریاست معارف ایراد فشار وارد میکند تا آمریت معارف شهری به این فرد سپرده شود، اما مدیران اعتراض کننده هشدار میدهند در صورتی که به خواستهای آنان توجه نشود دروازه‌های مکاتب را مسدود خواهند کرد. ما دروازه معارف مستقیم بسته میکنیم و مستقیم ما از استاد حبیب الله حبیب پشتیبانی اعلام میکنیم. اعلان میکنیم که کل مکاتب ایراد از آمر صاحب محترم دفاع میکنین و حتی به قاطعیت میگم که دروازه تمام مکاتب بسته میکنیم. تمام مردم شریف هرات در پشت استاد محترم استاد حبیب هستند و ما این اهانت ما قبول کردن نمیتونیم. بران اعتراض ما به می خاطر میباشه. جایی که مکتوب وزیر صاحب معارف قبلا روان کرده بودن، در صورتی که ما مقایر قانون کدام مکتوبی را روان میکنیم شما اجرا نکنیم. ما بر اساس هدایت جناب وزیر صاحب دفعتاً مکتوب را جواب نوشته کردیم به وزارت معارف و جواب از اومد که شما اقدامات خود انجام ندیم. حالا مسئولان ریاست معارف و شورای ولایتی بر سر این موضوع به شدت اختلاف دارند. حاجی کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی مسئولان معارف را متهم به سرپیچی از اوامر مقامات مرکزی کرده میگوید که وظیفه دارد تا از حق مردم در این گونه موارد دفاع کند، اما عزیزالرحمن سروری سرپرست ریاست معارف همچنان پافشاری میکند که تقرری این فرد خلاف قانون خدمات ملکی است. ما به عنوان وکیل مردم مجبور مکلف هستیم تا از حق هر شهروند دفاع کنیم. یکی از شهروندان ما مکتوب برده بودن از جناب وزیر صاحب برای بار اول به سرپرستی مدیر شهری، اما بر سلسله مشکلاتایی که بود و مخالفتایی که بود باز دوباره برگشت به کابل و برای بار دوم جناب وزیر صاحب باز هم مکتوب داد که آدم مقرر بشه و مطابق همون مکتوبی که جناب وزیر صاحب داده بودن ما اقدام کرده بودیم و جناب آقای سروری هم مکتوب دادن که این آدم مقرر بشه. ما وظیفه‌ای که به گردن گرفتیم، مسئولیتی که به گردن گرفتیم، خدمتگزار مردم ولایت هرات هستیم و از حق مردم دفاع میکنیم. این جنجال ها در حال صورت میگیرد که در چند ماه اخیر وضعیت معارف در ولایت هرات با چالش‌های گوناگونی روبرو شده است. در یکی دو ماه اخیر افراد ناشناس بالای صورت 100 تن از دختران مکتب در مرکز شهر هرات تیزاب پاشیدند و همچنان ده‌ها تن دیگر از دختران مکاتب از سوی افراد ناشناس مسموم شدند و تاکنون مقامات امنیتی موفق به گرفتاری عاملان این قضایا نشدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.